وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم صفا بنيان مرصوص. خسته نباشید و خدا قوت می‌گوییم به رزمندگان سرفراز سپاه اسلام و دلیر مردان و جانورکپان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش همیشه پیروز جمهوری اسلامی ایران. خصوصا اینکه رژیم غاصب و همیشه تروریست صهیونیستی در تاوان حرکت اشتباه و بدیهانی خود که منجر به بمباران ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه شد و کمی از مقامات عالی رتبه و مستشاران ارشد نظامی کشورمان را به شهادت رسانید در حرکتی تاریخی و بی‌سابقه توسط نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسخ خود را دریافت کرد. ما این حمله غرورآفرین را به فرماندهی معظم کل قوا، دلیر مردان و جانورکپان و رزمندگان دلاور سپاه اسلام و ارتش جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خصوص حمله‌ای که ما توسط رزمندگان عزیزمون به مواضع مختلف رژیم صهیونیستی داشتیم، اگر بخواهیم پاسخ حقیقی را بر اساس قوانین و مقررات استراتژیکی و بین المللی در ابعاد متعدد بررسی کنیم، بر اساس ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، چنانچه دولتی بخواهد امنیت سایر ممالک را در جوامع جهانی به مخاطره بیندازد و باعث تنش بین المللی و باعث تضادهای منطقه‌ای گردد، قطعاً همون کشوری که مورد تعرض آن کشور معارض قرار گرفته، اگر در ید توان نظامی و در ید توان استراتژیکیش باشد، میتواند که یا پاسخ مقابل بدهد و یا اینکه اگر پایین‌تر و ضعیف‌تر و شاید بگم همانند این رژیم غاصب نحیفتر و بی‌ارزش‌تر باشه، خود همون کشور باید پاسخگو باشه و اونو به عنوان تنبیه میتونه یک بار تنبیه کنه. در غیر این صورت اگر کشوری باشد که کشوری که اونو اشغال کرده، کشوری که اون حمله کرده، کشوری که اون یورش برده قوی‌تر باشه، اینجا دیگه برمیگرده به قوانین سازمان ملل متحد و قوانین سازمان بین‌المللی حقوق بشر که ما در اینجا با برنامه‌ریزی کاملا تاکتیکی و استراتژیکی بین‌المللی و با تلاش همگانی دستگاه‌های
نظامی و امنیتی کشورمان الحمدلله پاسخ این غاصب خونخوار و این فتنه آشوبگر و دست نشانده اجیر شده را به زیبایی دادیم و بار دیگر دست به رسال و خدا قوت دارد به حضور همه همرزمان و دلیر مردان و جانبرکبانی که نگذاشتند که خون عزیزان سرافراز و فرماندهان ارشدمون خدای کرده همرنگ شود و عزت و اقتدار شهدای عزیزمون را از آنچه که بود افزونتر درود میگوییم بار دیگر به جانبرکبان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مردان ارتش جمهوری اسلامی و همچنین خدا قوت و خسته نباشید میگیم به این عزیزان سرفراز ما.